روز جمعه 27 سپتامبر نامزد کرسی پرزیدنتی تاجیکستان آینیحال بابانظرова از بازداشت حدود 10 تن از طرفدارانش که در ناحیه فردوسی اثنای جمع‌آوری امضا به وقوع پیوسته است اظهار نگرانی کرد. در همین حال کمیسیه مرکزی انتخابات گفت که مسئولان این نهاد بلافاصله با مقامات ناحیه فردوسی در تماس شده این مسئله را حل کردند. آینیحال بابانظرova میگوید که برای ارزیابی این حال به زودی نشست شورای سیاسی اتحاد نیروهای اصلاحاتخواه تاجیکستان برگزار شده به این عمل واکنش نشان خواهد داد. حکومت تاجیکستان تلاش دارد شمار هرچی بیشتری زنان را به خدمت در ساختارهای قدرتی جلب کند. فعلا در نهادهای قدرتی جمهوری نزدیک به 5000 زن ایفای وظیفه می کنند که در بین آنها تنها یک نفر صاحب مقام گنرال بوده منصب معاون رهبر آژانسی نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان را بر عهده دارد. دیگر در هیچ یک ساختارهای قدرتی تاجیکستان زن به مقام وزیر و یا معاون وزیر تعیین نشده است. در تاجیکستان حدود 100 زن به حیث دادرس فعالیت دارد که از آنها 9 نفرشان ریاست دادگاه را بر عهده دارد. راهروبان کولاب بیش از 2 ماه باز معاش خود را نگرفتند. حالا آنها برای سفر احتمالی پرزیدنت کشور به کولاب تلاش دارند تا راه و خیابانها را همیشه تازه نگه دارند. اکثر راهروبان زنها هستند و به نظر می رسد که کوچه‌روبی به یک کسب زنانه تبدیل یافته است. در کولاب کمبود قطی‌های اخلاط کار کوچه‌روبان را مشکل می کند. ساکنان نیز می گویند بنابر کم بودن قطی‌های اخلاط پرتایی در بیشتر موارد اخلاط را به کنار راه‌ها حواله می کنند. جمع‌آوری امضای دانشجویان به جانبداری پرزیدنت فعلی کشور امامعلی رحمان با کمک رهبران بخش‌های چند دانشگاه کشور به مشاهده رسیده است. عبدالمنان دادایف رهبر دستگاه کمیسیه مرکزی انتخابات گفت احزاب سیاسی تنها در صورت تشکیل گروه تشبسکار برای جمع‌آوری امضا می توانند به دانشگاه‌ها رفته امضا جمع کنند و در این مورد هم امضاها باید اختیاری جمع‌آوری شوند. هر یک نامزد موظف است برای ثبت نامش تا 7 اکتبر به کمیسیه مرکزی انتخابات 210,000 امضای طرفدارانش را بسپارد. قهار محکموف پرزیدنت اولین تاجیکستان در یک صحبت سریراهی به خبرنگار رادیوی آزادی گفت نیروگاه راغون به طرح آب سیامه ورزاب 2 آرزوی بوده است که او نتوانسته است عملی کند. سابق رهبر تاجیکستان میگوید اولین چرخه نیروگاه راغون باید سال 1991 به کار می درآمد و این معنای آن را داشت که دیگر مانعی برای انجام طرح باقی نمی ماند. قهار محکموف میگوید آن زمان هیچ مخالفت از سوی ازبکستان هم وجود نداشت. وی افزوده است مخالفان طرح در داخل و خود حکومت تاجیکستان کار میکردند.